یک نکته دیگر را هم بیان میکنم. زبان را ذکر کرد و دست را، لیکن اول رسول گرامی صلی الله علیه و سلم برای چی زبان را ذکر کرد؟ دو سبب دارد. یکم این که چنان که اشاره کردم نسبت به دست از زبان گناه بیشتر هست. اگر کمتر نشینی حساب کنی گناهانی که از زبان صادر می شوند نسبت به دست بیشتر هست. برای همین حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه وقتی که از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم پرسید که او انا لمؤاخذون بما نتکلم یا رسول الله، ای رسول گرامی آیا ما چیزی که میگوییم خدا ما را گرفت میکند با این؟ گناه نوشته میشود؟ رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند که ثقلت که امک یا معاذ، مادرت بر تو گریه کند ای معاذ. و هل یکب الناس علی وجوههم او قال علی مناخرهم الا حصائد السنتهم. اکثر مردم و بیشتر مردمی که به سر و به رویهایشان در دوزخ انداخته میشوند به سبب درو زبانهای خودی اونها هست. زبان اونها تر خشک را وقتی که میگوید در گناهش برایشان گناه نوشته میشوند، مؤاخذه بسیار میشوند. برای همین یکی از اعضایی که انسان را دوزخی میگرداند این زبان هست. برای همین پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اول چی را ذکر کرد؟ زبان را، بعد دست را. دوم علتش این هست که آزار و اذیتی که از زبان هست زخمش بسیار عمیق و چقر هست نسبت به آزار و اذیتی که از دست هست. اگر کسی را یک مشت زدی یا با دستت آزار دادی شاید تیزتر فراموش کند به نسبت اون آزار و اذیتی که اون را دشنا میدهی یا تهمت میکنی یا از غیبتت آگاه میشود، این میماند در نفس، زخمش چقرتر هست. به ظاهر نگاه کنیم زخم دست ظاهر میشود، زبان زخمش ظاهر نمیشود، لیکن جای زخم زبان کجا هست؟ قلب. جای زخم دست هست بدن. این تیز به حالت اولی برمیگردد، اما قلب دیرتر. حضرت مولانا جامی رحمت الله علیه کتاب مشهور نحو کافیه را شرح نوشتند به نام الفوائد الضیائیه که مشهور به شرح مولا جامی هست. در اونجا به زبان عربی دو مصرع شعر را میارد که جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. اون زخمی که تیرها میزنند اون زخم باز با همدیگر میچسبد، اما اون زخمی که از زبان هست اون زخم با یکدیگر نمیچسبد، اون سالم نمیشود. کسی هم به فارسی همین دو مصرع را گردانیده است که جراحات سنانها با هم آید ولی ناید به هم زخمی زبانها. اون زخم، اون جراحتی که از زبان هست اون با یکدیگر نمیچسبد، اگر بچسبد هم بسیار دیر میچسبد. برای همین میبینیم که کسی را اگر با زبان خفه کرده باشی 10-20 بار میگه بخشیدمت، لیکن یا 5-10 سال پس با بیاجش میگه که تو فلان وقت همین گپ زده بودی، من دیر فراموش میشود.